دادگاه عالی روسیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یک سازمان تروریستی اعلام نمود و فعالیت آن را در قلمروش پرمنع کرد. سلام بیننده عزیز، به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. در برنامه قرار دادگاه عالی روسیه را بحث میکنیم که روز 14 سپتامبر صادر شد. حزب نهضت یک حزب عمده مخالفین که سال 2015 در تاجیکستان سازمان تروریستی اعلان شد، این ادعا را بی اساس مینامد. روسیه پس از 7 سال پیشنهاد تاجیکستان را در رابطه با ممنوع اعلان کردن حزب دستگیری کرد. چرا حالا؟ برای بحث بیشتر عبدالرحیم کریموف، دکان فاکولته زبانهای شرقی دانشکده اسلامی تاجیکستان و عبدالستار بابایف، عضو ریاست حزب نهضت اسلامی از لهستان با ما هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول این است که روسیه چرا پس از 7 سال و در اوج جنگ با اوکراین به چنین اقدام دست زد؟ محترم عبدالرحیم کریموف، از شما شروع میکنیم. مرحمت. وقتی که ما افغانستان برگشتیم سال 2000 بود در تاجیکستان، من حزب نهضت اسلامی را همچون تروریست اکستریمیست اعلان کردم و بسیار مردم داخلی و خارجی تاجیک و تاجیکستانی ها ای صحبت های ما و ای سخن های ما نگران بودند و بعضا سوال میدادند که این حزب نهضت اسلامی در داخل تاجیکستان حالا بعضیشان در حکومت وظیفه دار هستند، بعضیشان در شورای عالی وکیل مردمی هستند و حکومت حال هنوز اینها را به تروریسم و اکستریمیسم یگان نسبت نداده است. شما کجا گپ میزنید؟ من میگفتم که من همراه از اینها بودم و اساسگزار حزب نهضت اسلامی در سابق ولایت کلاب بودم و همه حال احوال آنها را اینجا تا افغانستان آموختم، خلاصه خدمت برآوردم. اگر حزب نهضت اسلامی تروریست نباشد دیگر در دنیا تروریست یافت نمی شود. دامالای عزیز، ولی چرا حالا روسیه پس از 7 سال و در اوج جنگ با اوکراین به این اقدام دست زد؟ به این سال چه میگوید؟ ایرا ما یک گپ میزنم پیش از اینکه جواب سوال شما را بتم. بعد در بگیم که 2015 باز همون آشوبه هایی که از طرف حزب نهضت اسلامی و اعضای حزب نهضت اسلامی با وجود آمد، حکومت تاجیکستان هم تروریست اکستریمیست گفته و حزب را از طرف محکمه عالی تاجیکستان همچون ممنوع تروریست اکستریمیست اعلان شد. امروز هم با فکر شخصی ما که ما یگان سازمان یا که ای حکومت یا که یگان مثلا نظم و نظام و یگان وزارت و چیز گپ نمیزنم، همچون فکر شخصی خودم است که حکومت فدراسیون روسیه یک حکومت ابرقدرت است. ما فکر میکردم، حیران میشیدم که برای چی همین حزب تروریستی اکستریمیستی را و فدراسیون روسیه یا تاجیکستان اعلان نمیکنه. خیر بالاخره در تاجیکستان 2015 اعلان شد. امروز به امر تقدیر روسیه هم اعلان کرد. شما فکر میکنید که به امر تقدیر است یا که تنها پس از اینکه جنگ روسیه با اوکراین آغاز شد و این گونه تصمیم گرفته است؟ نه این یگان اوکراین یگان چیز به اینجا دخل نداره. او ابرقدرت است. او روسیه همه فکر اندیشه‌اش با 1 سال و نیم سال به سر خلاصه نمیاد. چندین سال شد فکر میکنه. البته یگان چیزی را دید است رنگی که ما در افغانستان خلاصه ما برآوردم. روسیه هم ابرقدرت است. ما گفته ایستم که ای نام روسیه، ای داخل روسیه، ای خارج روسیه، از نام روسیه ما هیچ گفته نمیتونم. برای من نه دولتم، نه وزیرم، نه اگون کارمند حکومت. تشکر زیاد. بله، تشکر زیاد. عبدالستار، نظر شما به این گفته های محترم کریموف چی است؟ با شما درود سلام رای محترم و همچنین به مهمان برنامه شما دوستی دیرینه ما جناب کریم رحیم.
خب راجع به این سوال شما همین رو گفتگی هستم که قرار روسیه در رابطه با منع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حال انجام یافت که بعد اول که بازخواست و درخواست ها و باج و مصرفات زیادی رحمان به این کشور به روسیه بود و اولش و دومش این که خب ما میدونیم که در این مدت 7 سال کشوری بعد از ممنوع اعلان کردن حکومت تاجیکستان هیچ وقت مقامات های روسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به هیچ وجه همچون تروریست نپذیرفتند و دیگر کشورهای مشترک منافع هم این را نپذیرفتند. خب و بالاخره دیگر ما دیدیم که در شروع جنگ اوکراین فدراسیون روسیه بعضی از کشورهایی که با او دوست دارن اونها را از دست داد و دیگر بالاخره در آخر مجبور شد که رحمان درخواستی اقلا یک کشوری را با خود باید میل کند و درخواست رحمان را پذیرفت. ولی تاجیکستان از این قرار چه نفع چه برد خواهد کرد؟ جناب عبدالرحیم کریموف از شما خواهش میکنم چی منفعت خواهد دید؟ تاجیکستان به فکر شخصی ما هیچ وقت در امور داخلی فدراسیون روسیه دخالت هم نکرده است، این نمیکنم و فدراسیون روسیه ابرقدرت است. کسبه او تمام قواهای دنیا را اگر جمع کنی با او نمیرسه. او تا یگان خلاصه واقعی را در 7-8 سال واقعیت خلاصه شد نبرآورد و یقین نکنه، او این کار نمیکنه. او یقین خلاصه خودی همو فدراسیون روسیه. برای همین من که 5 سال در افغانستان همراه از اینا بودم، در یک شاهدی زنده بودم، این نهضت اسلامی 100% تروریست و اکستریمیست است و کار ندارم با فدراسیون روسیه و نکی به فکر شخصی و هم دیر اعلان کرد. از نگاه سیاسی تصمیم دادگاه روسیه چی اهمیت دارد؟ عبدالستار بابایف شما چی میگوید؟ خب پیش از اون که من با سوال شما پرسید بودم جناب راوی، من خواهش میکنم که مهمان شما به حاشیه رفته ایستاده است و از تحقیر و توهین و تهمت و دروغ استفاده کرده است. اگر چنین باشد ما هم اجازه باشد که ما بگیم با سوال‌های این کس پاسخ دیم. خب راجع به سوال شما این گفتم که با ما هیچ اهمیتی ندارد به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، زیرا که سال 2016 وقتی که حکومت تاجیکستان این حرکت رو ممنوع اعلان کرد و تروریسم اعلان کرد، ما ریاست عالی حزب نهضت اعلان کردم که در کشور تاجیکستان بخصوص در کشور تاجیکستان و کشورهای پس از شوروی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع اعلان شود و هیچ نفر از مردم در اونجا هیچ فعالیتی نکند. خب ما یگان فعالیت نداشتیم، هر چیزی که نسبت به مردم هر جبر و ظلم شده و بعدا روانه زندان شدن به خاطر نمیدونم لایق ماندن در مطلب یگان کسی دیگر، اینا هم غیر قانونی هستند چون که حزب در تاجیکستان وجود نداشته رو که ما حرکت خود رو ممنوع اعلان کردیم. در رابطه با جناب کریموف میگویند که من وقتی که از افغانستان اومدم حزب نهضت اسلامی را تروریست اعلام کردم، اصلا چنین نبود. من زیرا که وقتی که جناب رحیم کریموف از تاجیکستان آمدن در زیر کمیس نظامی بودن، من اولین نفر شخصی بودم که در پهلوی این کس یاردمچی کاتب این کس بودم و تا آخری که جناب عبدالستار بابایف تشکر، ولی خیلی خواهش میکنم که با احترام به یکدیگر صحبتمون رو ادامه بدیم و حالا به سوال بعدی تاجیکستان از این قرار چه نفع چه برد خواهد کرد؟ نظر شما چی است؟ بله، من در اینجا گفتم که تاجیکستان نفع تاجیکستان همین است که وقتی که خب خواسته رحمان که در مدت 7 سال فدراسیون روسیه هیچ وقت ما رو تروریست نشناخته بود، با ما تا امروز تا دیروز خب رابطه‌های سیاسی دارد و با طریق واسطه البته دارد و روابط سیاسی میکنند و ما هیچ مشکلی نداشت. اگر در این مدت 7 سالی که اینها داره و نمیدونم همه درها رو کوفتن و همه کشورها رفتن خواستن ما رو بدنام کنند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بالاخره هیچ کس قرار اون را قبول نکرد، درخواست اون را قبول نکرد و خودی که بالاخره این ما گفتیم که در اینجا کشور تاجیکستان روسیه وقتی که دید اوکراین جنگ شروع شده است، اکثر کشورهایی که با او
در یک بلاک بودم و در با اون با از دوستی را از این کندن و بالاخره به امثال رحمان و اینا این کس احتیاج پیدا کرد و فایده رحمان هم از این همین است که خب چون ما زیاده از 2 میلیون مهاجر داریم که اکثر اینها از حکومت از رژیم حاضره ناریضا هستند و در کشور قرار دارند و رحمان میتواند توسط این قرار ملتی از کشور تاجر رو بدبخت کند و مردم رو امروزها از دیروز شروع شد و ما زنگ بزنن که در کجایی که تاجیک هست او رو باز میتونن پلیس ها از اونها پول طلب میکنند و بالاخره اگر اونها پول ندن او رو میگن نهضتی هست تروریست است، چون زیرا که با درخواست خودی که رئیس جمهور کشور شما را تروریست اعلام کردن. جناب بابایف، این نکته‌ای که شما اشاره دارید در گذشته در روسیه به سر مردم تاجیک یعنی شهروندان مهاجرا بود. و حالا به سوال بعدی، یعنی ممنوع اعلان شدن حزب نهضت در قلمرو روسیه چی پیامدی خواهد داشت؟ جناب عبدالرحیم شما میخواستم نظرتون رو میگفتید. قرار دادگاه فایده داره به هم داخلی روسیه هم به خارجش، با بسیارتر به مردمی که در همون فدراسیون روسیه ای تاجیکستان زندگی میکنن و اینها قربانی میخواستن بکنن. ما گوش میکردم بسیار قطعی نهضت اسلامی ممنوع تروریست اکستریمیست بسیار تاجیکای بیچاره گولزده فریب خورده تلفنی گپ میزدن، همونها همش قربان میشدن، نیست نابود میشدن میرفتن. سوال دیگر این است که نمایندگان حزب نهضت اسلامی میگویند که فشار و تعقیب و بازداشت مهاجران و دیگر اندیشان تاجیک در روسیه بیشتر خواهد شد بعد از این. شما چی میگویید جناب عبدالرحیم کریموف؟ او را تفتیشات معین میکنه، نه ما نه ایشان عبدالستار ایرا معین کردن نمیتونیم. ایشان عبدالستار شاگردی ما بود، خیش ما و فریب کردن بردنش و نه افغانستان ایشان ستار میدونن نه تاجیکستان. ایدهانی همه چیز شنیده باشه یا همش جوان بودن. ایشان عبدالستار خیش ما، ایشان عبدالستار شاگردی ما. ایرا من نه ایرا ما ایشان عبدالستار معین کنه نمیتونیم. ایرا تفتیشات رسته معین میکنه. تشکر زیاد. عبدالستار بابایف شما چی میگوید؟ مرحمت. خب ببینید این پیام واقعا هم یک پیام بد و این قراره که امروز سود عالی کشور فدراسیون روسیه قرار قبول کرد. این یک برای مردم بخصوص مهاجران مظلومه که همه روزا اونا تحت تعقیب و فشار پلیس روسیه قرار میگیرن و زیادتر میشه و مردم خب از دیروز تا امروز با ما هجوم کرده تلفن میکنن که بالای فشار همه مردم ما بار دیگر میگیم که ما در کشور فدراسیون روسیه در مدت این 6-7 ساله که در مهاجرت هستیم نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ فعالیتی نداشت، ولی متاسفانه حکومت تاجیکستان از بودجه دولت از مردم پول مصرف میکرد و مردمی که مبارزان را نوابسته از آن که آنها اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند مثل کرامت شریپوف، ایزد امان و دیگران را استرداد کردند، روان کردند. در تاجیکستان ما دیدیم که بعضی ها به طریق مرموز کرامت شریپوف کشته شد و خود ایزد امان روانه زندان شد. این سری مردمی است. من با سوال‌های جناب رحیم کریم میخوام پاسخ بدم در رابطه با آنکه جناب کریم مولوی میگوید که من شاگرد اون هستم. من با والله قسم میخورم که هیچ وقت شاگرد جناب رحیم کریم نبودم. خواهش میکنم این موضوع یک کمی از صحبت ما بیرون است. وقتی که با من جواب بدم، وقتی من هیچ وقت در حضور کریم رحیم یگام حرف نخوندم با والله قسم میخورم که جناب کریم اینا میدونن. این مناسبت های پیشینی شما با برنامه ما هیچ ربطی ندارند. خواهش میکنم به صحبت توجه کنید. جناب کریموف به نظر شما این همکاری دو کشور برای امنیت است یا معامله بین پرزیدنت های دو کشور یعنی که هدف های سیاسی داشتن که این کار پیش آمد؟ نظرتون چی است؟ یگان هدف سیاسی نیست. هر یک کشور دارد دادستان دارد، محکمه دارد، امنیت دارد، میسنجد، میبیند برای خلق و وطن چی کار بهبودی است همون کار میکنه. گرچه ما با مثال تروریست اکستریمیست نهضت میشناسم میگفتم تاجیکستان یا پرزیدنت تاجیکستان به گپ ما اهمیت نداد. که وقتی که آشوبی حاجی حلیم شد نظر زاده انا بعد ممنوع اعلان کردن، خلاصه چون برآوردن. روسیه هم همچنینه. روسیه نه با تاجیکستان نه با مثال گیریم که پرزیدنت تاجیکستان نه با خودش یگان خیلی معامله یا که فکر سیاسی یا یک نیست. هر کدامش دولت علاهده خلاصه خودش برآورده است. ولی سری وقتی است ما میگم
هم به فکر شخصی ما حق ندارم در بنا تشکر دخالت کنم. روسیه هم دیر کرد. ببینید سال 2015 به این طرف یعنی حکومت تاجیکستان حزب نهضت را حزب تروریستی اعلام کرد و از کشورهای دیگر خواست که اون را اعتراف کنند، ولی روسیه هم که امروز اعتراف کرده است در این 7 سال اعتراف نکرده و امروز که با اوکراین می جنگد شاید به خاطر منفعت های خودش این کار به این اقدام دست زد. یگان خاطر منفعت نیست، اخلاصش برآورد، امنیتش فیس کار کرد. نظر شما عبدالستار چی است؟ یعنی به نظر شما این همکاری دو کشور برای امنیت است یا معامله بین پرزیدنت های دو کشور؟ هدف‌ها سیاسی هستند چی هستند؟ نظر شما؟ بله، این قضیه چون این قراره که در کشور روسیه از طرف دادگاه عالی کشور روسیه به قرار قبول شد سیاسی هست. خب در پاسخ آنه که سال 2000 ببینید، اگر ما مثال بزنیم که سال 2015 گنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون اول وزیر دفاع کشور تاجیکستان که اون مدت دیگر وقتی که سال 2015 در کشور هیچ اپوزیسیونی وجود نداشت، همچون که اگر گنرال عبدالرحیم نظرزاده از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وظیفه گرفته بود، نه چنین نبود. اگر ما امروز وقتی که میگوییم که در این با گناه گنرال عبدالرحیم نظرزاده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شد و او را بستن، چرا که اون ببخشید اون پلکونی که از آمان وزارت امور داخله گلمراد حلیموف، شخصی باورناکی وزیر داخله، شخصی که باورناک به رئیس جمهور که در چندین نشست و جلسه ها با اون با اردن و مدال ها مکافات دادن شد و اون خیز از وظیفه قدرتی خود استفاده کرد و رفت به داعش پیوست. چرا ما امروز حزب خلق دموکراتی رو اینجا باید گناهکار اعلان نکنیم و او رو تروریست اعلان نکنیم؟ چون که امروز ها دهها صدها نفر از مقامداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که اعضای این حزب هستند مرتکب چنین جرم ها میشن. چرا ما اونها رو گناهکار نکنیم؟ حزب نهضت 40,000 اعضا داشت و بیشتری آنها در وطن کار نیافتند و به روسیه رفتند. فکر نمی کنید که تاجیکستان روی خط اعضای حزب را به اختیار روسیه می دهد و آنها مورد تعقیب قرار می دهند؟ بوبویف مرحمت. ببخشید، ببینید کشور تاجیکستان کایها اقدام را کرد و نفران خیلی هم بلندپایه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مثل اون رئیس سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوت نعیم جان سمیف رو به تاجیکستان استقبال کرد و دیگر رو به چندین نفرانی که در گذشته اونا در این حزب بودن. ولی این امکانات، بله این امکان دارد. من ببینید در این نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور روسیه شاید اعضایانی که اونا فعال بودن و فعال هستند در کشور روسیه حالا اونا نیستن، وجود ندارند و باقی مانده همه مردمی که امروز در کشور روسیه هستند و از بعد چند لیستک و چاپلوس و لگنبرداری که امروز از کشور روسیه از کشور تاجیکستان حمایت میکنند، دیگران هم اکثر مردم در اونجا هستند و از این رژیم نارضا هستند. همه اینا مورد تعقیب، ظلم و فشار قرار میگیرند و به کشور تاجیکستان استبداد میشوند متاسفانه و ما میدونیم که پشت درهای زندان میشوند. من خواهش میکنم که در اینجا جناب کریم افراهیم از سخنهای قبیح استفاده نکند، زیرا که وقتی که کریم افراهیم آورد یراقش گذاشت دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ وقت یراق گرفتگی نبود. من بار دیگر تکرار میکنم که ببینید یکی از سببهای اونه که در اینجا حکومت فدراسیون روسیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز شاید چپ گرفته باشد و برای اون مدرک روان کرده باشد، این هجوم خود جناب آقای رحیم کریم و به 12 دسته بود که در آنجا در سال 1993 در دیدبانگاه نزدیک سرحدی سریغار تشکر عبدالستار بوبویف، تشکر. خواهش میکنم و همین سوالی که شما همین نکته که اشاره کردید و مخصوص ما سوالی به جناب داملا عبدالرحیم داریم، یعنی در گذشته در سالهای جنگ داخلی روسیه از اتحاد نیروهای مخالفین برای حمله به قسم مرزبانی 12 ناحیه همدانی در مرز با افغانستان عصبانی بود. این حمله را کار زیردستان شما میدانستند. حالا احتمال می رود که یک دلیل تروریستی اعتراف شدن نهضت
در روسیه همین باشد. تا جای میدانم مقامات روسیه در گذشته شما رو در رابطه به همین بازپرسی کرده بودند. حالا فکر نمیکنید که به شما نیز خطری بازداشت تهدید میکند جناب داملو عبدالرحیم مرحمه؟ من چند بارها گفتم، باز میگویم که وقتی که من کماندیر بودم در مرز از فرخار تا بدخشان، همون دسته 12 ای نهضت اسلامی به سرداری استاد نوری تحمیل کردن که باید من همونجا را بزنم. من را به گردن نگرفتم. بعد مرا به بهانه خراکه و میره ای پاکستان خشیر میاری گفته به پاکستان روان کردن و نفرای مرا گفتن که وای ملا عبدالرحیم قماندان راضی است، بدرین تامن او را دسته 12 را بزنین. ایرا همه روسیه هم میدونه، تاجیکستان هم میدونه. این کاری خیانتی تروریستی اکستریمیستی نهضت ایمن نیست. احساس تهدید یا که یک خطر نمی کنید؟ یعنی شما دیگر به این مسئله ربط ندارید؟ خطر من ندارم. من یگان خطر ندارم. این کاری من نیست. کاری تروریستان نهضت اسلامی تاجیکستان است. جناب عبدالستار، شما به همین حرفای داملو چی میگویید؟ متاسفانه جناب داملو ببینید خیلی دیگر هر کس در جای رحیم کریم خواهش میکنم خیلی فشرده خواهش وقت کم است. کریم رحیم با چه سخنان رو میگوید. ببینید ما امروز در فولاد در کشوری که ما زندگی داریم، نفرانی که اون وقت جناب رحیم کریم قماندان بود و اونا با فرمان این کس هجوم 12 دسته رو هجوم کرده بودن. اینا اگر شما خواهید ما در یک برنامه اونا رو هم در این برنامه حاضر میکنیم و ببینید در واقعی که خودی رئیس جمهور رحمانوف با در یک واقعی با خودی رحیم کریم گفتن که این کس من داملو عبدالرحیم کسی که 12 دسته رو زده بود نیست نابود کرده بود، همین کس است. این کس در اونجا رد نکردن، نوارش هست، همچنین دیگر نفران هم این قبول میکنن. این افسانه های علی بابا است که من نبودم. اصلا این سوال ما به خاطر این بود که نظری ایشان را بپرسیم و اون کس جواب خودشون دادن. و حالا بیاید میرسیم به پایان برنامه و قبل از اون که به پایان رسانیم از هر دوی شما یک سوال دارم و میخوام پرسم که این قرار روسیه میتواند کشورهای دیگری مشترک المنافع مثلا ازبکستان و قرقیزستان دیگر وادار کند که حزب نهضت اسلامی را ممنوع و تروریستی در قلمروشون اعلان کنند؟ داملو عبدالرحیم، نظر شما؟ من فکر میکنم که همه جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آسیای میانه همش یا مستقلن یا هیچ وقت تکیه به سخنهای روسیه و به قرارهای روسیه ندارن. این نمیکنن، هم وابسته به روسیه هم نیستن. اینا ما حوزه علم غیب هیچ گفتن نمیتونم. روی شخصی خودم میگم که این تروریست بود، اکستریمیست بود، تروریست میمونه. ایشان عبدالستار نمیدونه. حاضر مرا میگه که انا دسته 12 را زدی. داملای عزیز، واقعا این یک موضوع و یک سوال کاملا علاهیده است که به این برنامه ما چندان زیاد ربط ندارد. والا بیت برگردیم به همون سوالی که من دادم، یعنی که نظر شما چی است عبدالستار بابایف؟ یعنی چی خواهد شد این تصمیم کشورهای دیگری مشترک المنافع هم این قرار را قبول میکنن؟ نظرتون چی است؟ ولی متاسفانه چون امکان دارد منافع های کشور در اینجا بعضی تقاضاها رو بکند و اگر منافع این کشورها به مثل اینکه در تاجیکستان این منافع روسیه یا که تاجیکستان منافعشان هست مشترک هستند، منافع در اینجا تقاضا میکنند چون ها شود چخیلی که جناب کریم رحیم گفتن کشورها هم استقلالیت. برای من در این فکر روزی هستم که کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان استقلالیت خود دارن، بعد از تاجیکستان که هیچ وقت این ساختار حاضرت در کشور هیچ استقلالیتی نداد بجز استقلالیت خودش و خانواده‌اش، ولی متاسفانه چون این پترول شاید داشته باشد و این البته که چیزی که رحیم کریم میگن اینجا این علم غیب نیست، این کارشناسان رو معین میکنن و خواهیم دید که چی خواهد شد. تشکر زیاد و تشکر بینندگان عزیز که با ما همراهی میکردید و در اینجا پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما عبدالرحیم کریموف استاد دانشکده اسلامی تاجیکستان و عبدالستار بابایف عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی از پولشا بودند. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاص بحث شود به ما نویسید و من میرزا نبی خالقزاد بودم که صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.